خدمت شما نیسان سواران عزیز، این ویدیو مربوط به کسانی که مشکل جا و خواب داشتن. دوستان همونطور که ملاحظه میکنید قسمت سمت شاگرد ما خالی گذاشتیم که شما هر مدل دوست داشتید درست کنید برای خودتون. میخواد جعبه درست کنید، مبل درست کنید، هر مدل دوست داشتید. و این صندلی قیمتش مقرون به صرفه تر هم در میاد و به قیمت 13 میلیون تومان. بستگی به کمک روغنی که ما استفاده میکنیم قیمتاش یک مقدار کوچیکی بالا پایین میشه. و کسایی که صندلی رو مثلا این صندلی رو بخواد یک کنسول وصل و یک صندلی دیگه ثابت بغل بخواد قیمتش 15 میلیون تومان در میاد. و این طور که ملاحظه میکنین 4 تا پیچ حالت فابریکی خود نیسان نصب میشه. این صندلی به چپ و راست نمیشه. بعضی دوستان مشکل داشتن میگفتن ما نمیخوام این صندلی به چپ و راست بشه. این صندلی هم به چپ و راست میره، فقط به بالا پایین میره. همینطور که ملاحظه میکنه این صندلی ما به یک طرف پامو فشار میدم همونطور صاف بالا پایین میشه و چپ و راست نمیشه. دوستان همونطور که ملاحظه میکنین این صندلی با بالاترین کیفیت ساخته شده و 12 تا بربرنگ توش به کار رفته که صندلی بهترین عملکرد داشته باشه و بربرنگ‌ها به صورت دوبل دوتایی در هر طرف استفاده شده.